مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشه. امروز در برنامه پشت پرده یک موضوع جنجالی و پربحث و البته پرحاشیه رو میخوام راجبش افشاگری بکنیم. این موضوع میشه چندین قسمت راجبش صحبت کرد، از زوایای مختلف میشه بررسیش کرد، سند و مدرک و ویدیو تا دلتون بخواد هست که راجب همه اینها صحبت خواهیم کرد. اون هم موضوع ماجرای تجارت جنسی و اصطلاحاً طعمه جنسی شدن دختران ایرانی که چند وقتی هستش که دارن به دبی مهاجرت میکنن و اسم خودشون رو گذاشتن آدمهای مستقل، اسم خودشون رو گذاشتن آدمهای موفق، اسم خودشون رو گذاشتن بیزینسمن های کاری. اما در واقعیت وقتی که میرید تو دل ماجرا متوجه میشید که فقر و فحشا داره بیداد میکنه و همین امر باعث شده که این افراد تن بیارن به تن فروشی و اسکورت سرویس که به این موضوع از زوایای مختلف در طول این ویدیو و ویدیوهای بعدی خواهیم پرداخت. ماجرا از اونجایی شروع شد که چند وقت پیش حتی آیسان اسلامی یک ویدیویی رو منتشر کرد که از دخترایی که در دبی بود رو بهش حمله کرد و همین قضیه یه مقدار این قضیه رو چرب و چیلی کرد که بخوان همه راجع به صحبت بکنن و ماجرای بیزینس دخترها رو بهش بپردازن. اما قبل از اینکه من راجع به این موضوع بپردازم و این موضوع رو از زوایای مختلف بررسی بکنید، لطف بکنید اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب بکنید، کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و برای ما کامنت بذارید که به این موضوع مسئله بپردازیم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب. بله، امیدوارم که کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. بپردازیم به ماجرای تجارت جنسی دختر ایرانی که در طول 10-15 سال گذشته این موضوع مطرح بوده. قبلا کشورهای مالزی خیلی این موضوع رو توش ما بیشتر میدیدیم که دختر ایرانی برن، مالزی و تایلند، و بعد از اون کم کم این قضیه به سمت کشور ترکیه رفت و رنگ و بوی این قضیه بیشتر شد و حالا جدیداً دبی و بلاگرهایی که در دبی دارن فعالیت میکنن حسابی این قضیه رو دارن وایرال میکنن. یعنی شما کافیه که یه سری به اکسپلور اینستاگرام بزنید، هر کسی تو دبی یه گوشی گرفته دستش و داره بلاگری میکنه، میگه نمیدونم دبی اینطوریه ترکیه اونطوریه، دبی این امکاناتو داره ترکیه اون امکاناتو داره، نمیدونم راجع ما اینو میگن. یعنی افرادی که به عنوان بلاگر یا به نوعی افرادی که دارن تبلیغ دبی رو میکنن، بله میتونیم دسته‌بندی بکنیم درصدیشون رو که دارن توی دبی بیزینس‌های دیگه میکنن و فعال هستن کنارش دارن بلاگری میکنن. اما 70-80% از این افرادی که دارن دبی رو قشنگ نشون میدن و خودشون رو ساکن دبی میدونن و میگن آقا دبی فلان و بیسان و بقیه رو جذب میکنن که به دبی بیان، به اصطلاح روزمره به اینا میگن خاله. به اصطلاح افرادی که حالا تو این حوزه فعالن افرادی هستن که دخترها رو تومه میکنن، مثلا دخترها بهشون دایرکت میده دبی چجوریه فلان، میگه آره اینجوریه، میتونی به شبی نمیدونم 500 درهم، 1000 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم درآمد داشته باشی، میتونی تازه بری توی کلابا دوست برای خودت انتخاب بکنی. از این صحبت اول بریم ببینیم که آقا یه سری از این بلاگرها چه محتوایی رو تولید میکنن که حالا یکی دو تاشون هم حسابی وایرال شده بودن. ببینیم صحبتای آیسان هم بشنویم، چون ماجرای آیسان و اینکه اومد راجع به دخترای دبی اظهار نظری کرد خیلی جنجالی شد. اون هم بشنویم، من یه سری افشاگری برای شما بکنم. ببین چی میگه یکی از این بلاگرها راجع به دبی. من تازه مهاجرت کردم به دبی. معلومه که همه میگن تو اومدی اینجا که لخت بشی. من تازه مهاجرت کردم به دبی. معلومه که همه زنگ میزنن میگن شیخ پیدا نکردی؟ من تازه مهاجرت کردم به دبی. معلومه که همه میگن تو اومدی اینجا واسه کارای خاک برسری. من تازه مهاجرت کردم به دبی. معلومه که همه تو کامنت ها میگن لابد ددی پولدار داره. تازه مهاجرت کردم به دبی. آف کورس که همه میخوان تو کامنت ها بگن که دبی که مهاجرت حساب نمیشه. خب ببین این
سبک ویدیوها اصلا لحاظ روانشناسی، خب روانشناسی گفتاری و روانشناسی کلامی میشه از درونش نمونه بارزی از یک جامعه رو دید که دخترانش از یک جامعه بسته حرکت کردن به سمت جامعه باز و دارن اون عقده ها رو نشون میدن. شما از ادبیات کلامی، از کنار هم قرار دادن واژه ها و کلمات میتونید به این نتیجه گیری برسید. حالا این دختره ماجراش مقدار پیچیده تر از این حرف هاست. یعنی حالا یکی از این بلاگراست چند وقت پیش ویدیوی دیگه منتشر کرده بود و گفته بود که ما با یه شب تفریح کردن توی دبی میتونیم برای خودمون یه هفته عشق و حال بکنیم. ویدیویی که حسابی توی فضای مجازی وایرال شد. حالا من اینجا انتخابش نکرده بودم، گفتم که حالا این موضوع دیگه موضوعی نیستش که بخوایم ما راجعش صحبت بکنیم، ولی ویدیویی بود که من تو پیج اینستاگرامم نسبت بهش واکنش نشون دادم و حالا بدم نیست دیگه پیج اینستاگرام خودم ببینید، تبلیغم برای پیج اینستاگراممون بشه. چند وقت پیش من دیدم که پیج زده بود به اسم ما با تیک آبی، مثلا پشمام ریخته بود چجوری تیک آبی بهش داده بوده. ببینیم این ویدیویی بود که من راجبش صحبت کردم و واکنشم نشون دادم. ببینید. یه شب تفریح یه هفته میریم سفر. ما دبی زندگی میکنیم با پول یه شب تفریح یه هفته میریم سفر. با پول یه شب تفریح یه هفته میریم سفر. ویدیویی که افراد مختلف نسبتش واکنش نشون دادن، خود منم واکنش نشون دادم. یعنی چی شما با یه شب تفریح تو دبی میتونی یه هفته بری سفر؟ خب ببین اینا دارن تبلیغ، یعنی این کلمات چیزی جز جرم، خب اینجا جواب میداد البته، چیزی جز تبلیغ فحشا نیست. کافیه شما یه سری به دبی بزنید و سری به کلاباش بزنید. دخترایی که برای اینکه مثلا 2 ساعت بیشتر توی یه دونه کلاب بمونن، به حال یه نوع بیزینس هستش، میگن آقا ما 200 درهم 300 درهم میگیریم و بیشتر میمونیم، 100 درهم اگه بیشتر بدید مثلا هتل هم باهاتون میایم، 100 درهم دیگه اگه اضافه تر توش بدی یه دهنی هم میریم براتون. اینا یعنی اینا چیزایی که شما برید توی دبی میبینید و خیلی از این افراد باورتون نمیشه توی یه سری سویت های زندگی میکنن که این سویت ها 10 متره 5 متره، 2 روز میرن ماشین کرایه میکنن، 2 روز میرن خونه کرایه میکنن، زندگی لوکس نشون میدن، میگن این وضعیت ماست و تبلیغ شرایط دبی میکنن. اما صحبت های آیسان اسلامی که حالا این روزا هم حسابی معروف شده، 10 میلیون هم دنبال کننده داره، حسابی واکنش داشت. ببخشید یکم صحبتاش بی‌تربیتی لابلاهاش، ما خودمون که از این بی‌تربیت‌تر، ولی خب دیگه این صحبت‌ها رو که بشنویم چی میگه راجع به اون دختری که میگفت ما یه شب تفریح. این صحبتاش حسابی واکنش داشت. یعنی عده‌ای اومدن گفتن آیسان ضد زنه، چرا اومده این حرفو زده. البته خودش ویدیو بعدن گذاشت معذرت خواهی کرد، کمپین براش ایجاد شد، گفتن آقا شکایت می‌کنیم تو آمریکا ازش و اینا. حالا بشنویم صحبتش. من بودی که سرت می‌بریدم کثافت گو. خار مادر دبی رو من گاییدم. شما مگه پدر مادر ندارین؟ یه مرد تو خانواده شما نیست بیاد اون دبی گیستو بگیره بندازتت بردت کنه بیاره تو ایران، تو اتاق تو رو ببندن آشغال. آقا دختر ناموس منی، هموطن منی، خواهر منی. آقا کثافت گوه سگ، مردشون قیافت ببرن. الان تو اکسپلور داشتم نگاه میکردم، ما دبی زندگی میکنیم با پول یه شب تفریح شب میریم مسافرت. آقا توف تو صورتت گو. حداقل فارسی صحبت نکن، یه زبان دیگه صحبت بکن. مردشون قیافت رو بگیرن ببرن. پدر مادر برادر یه پسر عمه یه پسر دایی نری بیان گیس تو رو بکنن بزنن تو کله تو. کثافت گو. برای چی میریم اونجا؟ عرب امارات عربستانی میان اونجا، تو میری میگی ما با شب تفریح. تو چه گوی با تفریح شب میخوریم اونجا؟ کثافت. ما میریم عکس رضاخانی شاید 50 رضا شاه 50 60 70 100 سال پیش خدمتمون کوروش و کبیر خدمتمون رو داریم میذاریم اونجا. دقیقاً دارین همین کاری رو میکنین که جمهوری اسلامی میخواد، همه رو بی غیرت بکنه، همه رو بی‌ناموس بکنه. چی میگی برادر؟ بی‌ناموسی خط قرمز همه ایرانی‌ها، تمام دنیا. مگه ما مکزیکیم؟ مگه ما مال سالوادوریم؟ مگه ما برادر مادر رو میکنه، مادر خواهر رو میکنه، خواهر برادر رو میکنه، این زن برادرش رو میکنه. بابا تو ایران یه اتفاق اینجا بده قتل میشه. خدا وکیلی تمام دست پای من میلرزه. دیدم اعصاب من خورد شد. خدا هر جا اینو دیدیم پاک بکنین. این میرسه دست 4 تا عربستانیا 2 روز دیگه میشینن دور هم با اون خیکای شکمای کیریشون
بعد میگن آره دختر ایرانی فلانه، وای من سکته میکنم این صحنه ها رو ببینم. ترکیه میری این ور اون میری 4 تا آدم ایرانی، بعد میگن آقا چقدر میگیره به مادر آدم به خواهر آدم باید قتل درست بشه اون موقع اونجا. حال من دختر تو گرفتی آخه، من ناراحتم شدم بهت فوش دادم آخه کثافتی گو. یعنی دم دست من بودی با ابوالفضل این خارکسته رو میزدم تو کلت، تمام کلت بترکه. بله این ویدیو آیسان اسلامی جنجاله زیادی ایجاد کرد. خیلیا میکروفون به ضد زن تشبیه کردن که داره به زنها حمله میکنه. به نظر من این صحبت ها با این نوع حجم، با این حجم از مخاطب برای آیسان اسلامی که لحن طنزی داره میتونست ماجرا رو طنزگونه رد کنه. یعنی من خودم راجع به این قضیه واکنش نشون دادم و این قضیه رو طنزگونه ردش کردم رفت. و حال شاید هم این به خاطر نداشتن هوش رسانه یک آدم هستش یا نداشتن یک مشاور رسانه، به خاطر کسی که این همه تریبون بزرگ داره اگر یک مشاور رسانه داشته باشه بهش مشاوره بده که چه جوری و با چه ادبیاتی یک موضوع رو مطرح بکنه، با توجه به اینکه تریبونش بزرگه میتونه بهش بیشتر کمک بکنه. من خودم با یک لحن طنز ردش کردم. ببینیم لحنی که من داشتم. چجور امکان داره شما با پول یه شب تفریح یه هفته میری سفر؟ یه شب به حال هر کسی یه کاری داره ولی من بله من یه مقداری سبکم متفاوت تر از آیسان اسلامی. حالا هم به حال توی توییتر و جای مختلف کمپین مثلا تشکیل شده برای اینکه نسبت به این قضیه واکنششون دادن و گفتن که خود آیسان اسلامی میاد خاطره تعریف میکنه از دخترایی که باشون رابطه داشته، این کارا رو انجام داده، خودش نمیدونم رواج این نوع سبک از بی‌بندوباری و ادبیاتو داشته، حالا داره این نوع انتقادا رو میکنه. البته حالا آیسان نسبت به دختره دیگه میگفت، ولی میخوام به شما بگم که تو فضای دبی حالا این انتقادایی بوده که به آیسان شده بوده. من به خودش هم پیام دادم و دایرکت دادم و گفتم یه مقداری تند رفتی. البته بعدش هم معذرت خواهی کرد که دمش گرم، حداقل این فرنگ معذرت خواهی داره جا میندازه بین بقیه. تو دبی الان شما نگاه بکنید همه شدن بلاگر، میگن دبی اینطوریه دبی اونطوریه، در صورتی که دارن تشویق میکنن آدم ها رو که برن به این سبک، دارن میرن تشویق میکنن آدم ها که برن دبی، نمیدونم اینجا اشغال بکنید اینجا. من یه خاطره براتون تعریف بکنم. یه بار که نه چندین بار من چند تا از این آدم ها رو با یه پیج خصوصیم فالو داشتم، رو دخترها و پسرها. حالا بعد یکیشون رو من میشناختم، یعنی حالت رو در رو میشناختمش، تو همین آلمان هم بود. بعد بهش میگفتم شغل چیه؟ میگه من کار ترید انجام میدم و کار نمیدونم این تیپی انجام میدم. گفتم حقوقت چقدره؟ گفت آقا من حقوقم مایی 1700 1800 2000 یورو در ماه درآمد دارم. دروغ هم میگفت، خیلی کمتر از اینا بود. بعد این از 30 روزی که در ماه بود 20 روزش مسافرت بود، همه جا میرفت، نمیدونم دبی میرفت، مالزی میرفت، بالی میرفت، اسپانیا میرفت، مصر میرفت، همه جا. بعد بهش میگفتم آقا تو این پول از کجا دارم؟ گفت به هر حال من بیزینس دارم، جلسات مختلف میرم اونجا و پول در میارم. بعد یه شب به من گفتش که توی دبی من دارم یه جلسه میگیرم برای فلان بیزینسی، اگه کسی رو میشناسی به من معرفی کن. من دست به غذا میشناختم، بهش معرفی نکردم. بعد این فرداش تولدش بود، دیدم آقا تولد رو توی یه دونه هتل لوکس گرفته، هتل شبی به پول اروپا، حالا ایران هم به پول اروپا میشد شبی 2000 یورو، شبی 2000 یورو. این 4 شب تو اون هتل یه استوری میذاشت، یعنی میشد 8-9 هزار یورو. بعد دیدم تولدش رو روی یه دونه از این یاختا به قول آلمانی گرفته بود که کرایه اون یاخته روزی 15,000 یورو بود. 2 شبم تولد روی اون گرفته، یعنی سرجم این آدم یه هفته‌ای که اونجا بود من حساب کردم 100,000 یورو کفی دیگه، قیمت هتل که ثابته دیگه. اونجا این آدم داره اشغال میکنه. بعد دیدم یه 2-3 تا دیگه از این دخترای آلمان هم برد با خودش دبی. بعد من تازه متوجه شدم که اینا اصلا کلا یه باندن، این اصلا سرشبکه است. بقیه رفقاش میره تو این پارتی مارتیا توی آلمان، تو کلن، دوسلدورف کجاست، ناخرزی کجاست، یا تو دوسلدورف و کلن، میره جای مختلف پارتی میکنه، میز میگیره، تیبل میگیره،
دخترها رو میاره اونجا، بعد بهشون میگه ببین میخوای زندگی لاکچری داشته باشی، میگه آره، میگه ببینیم با هم دبی مسافرت، بعد میبرشون دبی مسافرت، میگه ببین این پسر رو میبینی میخوای بریم باش اشغال کنیم و اینا پولم، میگه اه مال مفته، میگه بابا تو مثلا آلمان تو کار میکنی ماه 2000 یورو، بیا همین یه شب یه حرکتی میزنم تو 2000 یورو در بیاری، رو دهنش مزه میده دیگه، میاد جذب میشه. بعد این مثل همون خاله پورسانت میگیره از اون آدم، بعد اونجا کار میکنه، میگه آقا خب زایه است دیگه، من به هر حال دبی ام، هر روز یه ماه اونجا، به خانواده‌ام به رفقام چی بگم، میگه آقا من تو دبی دارم بیزینس میکنم، کنارش بلاگری هم میکنم. میاد اونجا چاک سینه و اینا رو هم میندازه بیرون، میگه آقا آف کورس که نمیدونم فلان بیسان تو دبی نمیدونم فلان کارو میکنم، شروع میکنه بلاگری کردن، از صبح تا ساعت 12 ظهر کار بلاگری رو میکنه، از 12 ظهر استراحت میکنه تا 8 شب، 8 شب هم کارهای غیر اداریشو انجام میده که به نوعی اداری حساب میشه، تا 3 و 4 صبح. طرف میگه درآمدش چی؟ میگم بلاگرم. شغل چی؟ من بلاگرم. بعد میره لابلاش، خب با اون پول دادناش یه شغل دیگه هم کنارش میزنه، مثلا تو دبی برای خودش دفتر میزنه، در کنار دادنه و بلاگریش تو اون دفترم سر کم که میگه آقا من دفتر دارم، بیزینس دارم، این دفترم، این بیزینس، این کارم. این روند رو داره برای خودش و میره جلو. دقیقاً اصل واقعیت خیلی از این دخترایی که میرن دبی. و همیشه هم یه شعار هست دیگه، میگن تفکر مردها نسبت به دخترایی که دبی میرن دقیقاً همون تفکریه که دخترها نسبت به پسرایی دارن که تایلند میرن، وگرنه چیز دیگه ای نمیتونه باشه. آقا چه جور شما میری توی هتلی که روزی 2000 یورو 3000، یعنی شما نگاه بکنید 90. یه بار یکی از این دخترها که تو آلمان بود میگه من تو دبی بیزینس دارم، رفته بود دبی و توی یه دونه از این اتاقایی که از این شیخ‌ها رفته بود. ما یه رفیق داشتیم از آلمان رفته بود دبی، بعد به من زنگ زد، آلمانی هم بود، با هم میرفتیم قلیون هم میکشیدیم اینا، گفت فلانی یه دختر ایرانی اینجا هست، من همش میبینمش پیش این یارو، ایرانی ها چقدر خوشگلن و فلانن و اینا. گفتم ایرانی؟ عکسشو بده ببینیم. آقا عکسشو داد، دیدیم یه همین دختره هست که تو آلمان ادعاش فلان خر و پاره میکنه. بعد رفتم استوری دختر دیدم، بعد دیدم استوری گذاشته اول از فرودگاه و پاسپورتش، برای یک سفر کاری من دارم میرم دبی، بای جرمنی، هلو دبی. بعد دیدم اونجا ما داریم بیریم توی یه جلسه کاری، یعنی این تا دم در اتاق هتل میگفت من دارم میرم جلسه کاری، راز کار بوده دیگه، به هر حال اونم یه بیزینس حساب میشه. گفتم پشمام، نگاه کنید این شده وضعیت این آدم ها. و البته دیگه به هر حال انتخاب خودشونه دیگه، ما که دروازه‌بان فلان طرف که نیستیم که بخواد بره هر کاری دوست داره بکنه و اصلا بره به هر کی میخواد بده. اما توی قسمت‌های بعدی من میام صحبت میکنم راجع دخترایی که خودشونو زنای مستقل میدونن، دخترایی که خودشونو بیزینسمن میدونن، بعد اسمشون و فامیلشون و عکساشون توی یه سری از این سایت‌های اسکورت سرویس. میدونید که بعد از تجارت نفت، اسکورت سرویس یا همون تجارت دخترها دومین صنعت پولساز توی دنیاه و همیشه این موضوع یه دقیقه من ببینم این گوشیم صدای پخش میشه، همیشه این موضوع دوستانم چی میگن چیزی نمیگن، آره یه موضوع پربحث بوده و من بارها راجبش صحبت کردم. مسئولای ایران که اصلا گردن نمیگیرن و به خاطر اینکه شرایط اقتصادی داخل ایران، حالا ما یه مقدار راجع به دخترای اروپایی گفتیم که میامرن دبی، بعد این نکته دیگه هم که داره میگن آب و هوای دبی خیلی خوبه، ما میریم اونجا آفتاب میگیریم و فلان اینا کیف. بله آب و هوا شما بخاطر آب. توی ایران وضعیت بدتره. توی ایران به خاطر شرایط اقتصادی که وجود داره، به خاطر شرایطی که اون جامعه واسه مردم رقم زده، روی میارن به تن فروشی. وضعیت تو ایران که افتضاح‌تر، سویچ پارتی اصلا وجود داره. سویچ پارتی میدید داستانش دختره با پسره، حالا دوست پسرش یا هرکیشه، دعوت میشه به سویچ پارتی، هم بعد کاپل و دوتایی برن. موقعی که وارد اون پارتی میخوام بشن، کلید ماشینشون رو میندازن توی جعبه‌ای، قرعه کشی جعبه‌ای، میرن وارد پارتی و مست میکنن و اشغال میکنن. موقعی که میخوام بیان پیرون، دست میکنن توی اون ظرفه، زناشون یا دوست دخترشون همه ببرن تو ماشینای خودشون، میمونن مردا میمونن اون وسط. مردا هم دست میکنن اونجا، یه دونه کلید ور میدارن،
بیفته به هر ماشینی، دختری که تو اون ماشینه باشه برمی‌داره با خودش میبره. دیگه شانسش باشه، توپل باشه، چاق باشه، لاغر باشه، دیگه برمی‌داره. بهش میگن سویچ پارتی دختر جمع میکنن. یعنی تو ایران اصلا یه سری حرکاتی میکنن، یه سری کارا که میکنن که اصلا قفل هنوز توی دبی و جای دیگه قفلش باز نشده، که دوستان ایرانی به لطف حشریت و فیتیشایی که دارن تونستن این قفل رو هم برای خودشون باز بکنن. دیگه طرف وقتی به این درجه از عرفان میرسه که سویچ پارتی میکنه با هر پسری که میاد میره، دیگه میگه آقا ما که داریم مفتی میدیم اونجا، بذار حداقل بریم دبی پولش هم بگیریم، به کسب درآمدی هم برسیم، خودمون هم میکنیم بلاگر. الان هم لامصب تو ایران از هر 8 نفر 80 نفر بلاگرن. یعنی اصلا کلا همه تو 2-3 تا حوزه مختلف دارن بلاگری میکنن و فعالیت خاص خودشون رو انجام میدن، که من قبلا راجع به این بلاگرها براتون افشاگری کردم که بعداً هم بیشتر افشاگری خواهیم کرد. در صورت مرسی که تا این لحظه با اون بودید. شما هم نظرتون راجع به این اتفاقات بگید، راجع به خاطراتتون، راجع به آدمایی که دور اطرافتونن بگید، که اینا اینقدر نیاد چوسی بیان بگن آقا نمیدونم ما بیزینسمنیم و فلانیم و بیسانیم و بهمانیم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنون از شما.